امی که دیدین در نماز پابندی درست نداره سرش حساب نکنین که اون ناقی گپ میزنه. این واقعیت است. این واقعیت است. به خاطر چی؟ به خاطر این حکم الله هست. اما قدر که تو به شعار جهاد سر میتونی خیلی خوب باید باشه، این فریضه الهی است. اما قدر چقدر به احکام اخلاقی دین پابندی، چقدر از محرمات خود دور میکنی، چقدر در زبان دروغ نیست، چقدر در زبان غیبت نیست، چقدر در زبان تو امینا را که بدون اینا نه خون دادن کار دارن نه پیسه هم مصرف میشه، تو به اینا پابندی؟ آیا اینا فرض نیست؟ آیا راست گفتن فرض نیست؟ آیا ترک کردن غیبت فرض نیست؟ آیا ترک کردن بهتان فرض نیست؟ آیا با مردم برخورد نیکو داشتن فرض نیست؟ اینا خب مصرف هم ندارن، اینا هم نیکویی هم کار دارن، اینا رو انجام دادی. پس چیست؟ معنای گپ چیست؟ معنای گپ است که ما گپ جات میزنیم. از لحاظ عملی چه داریم؟ تقصیر جدی داریم. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه کمی نفس خدا کمی راضی نگاه کرده باشیم. فهمیدین که والا تو بسیار مسلمان خوب ما کم رسید دیگه. یعنی گاهی وقت خدا درس هم میدی نه؟ این اگان این جای رو نمیگیره. تلاش ما همی باشه که به معنای واقعی کلمه دین را در زندگی خود عملی بکنیم.